دوستای عزیزم سلام. به کانال شبنورد خوش اومدین. لطفاً برای اینکه از پخش قسمت‌های جدید رمان مطلع بشین، اون زنگوله بالا رو بزنید تا از نوتیفیکیشن قسمت‌های جدید مطلع بشید. و این کانال رو حتماً به دوستاتون معرفی کنید تا ما انگیزه بیشتری داشته باشیم برای ادامه دادن. نجوا آن زن چند سال پیش نبود و دیگر فکر نمی کرد زندگی در این جهان همانطور که کتاب‌های فلسفی یا حتی روانشناسی می گویند قاعده و قانونی مشخص دارد و حتی اگر قابل فهم نباشد دلیلش از کمبود شناخت آدمی است و نه چیزی دیگر. زندگی برای او حالا ترکیبی بود از واقعیت و جادو. واقعیاتی که تجارب پیشینیان انکارناپذیریش را اثبات کرده بودند. چیزهایی که مسلم می دانست با هر تلاشی همان نتایج همیشگی را می دهند. مثلا عاشق شدن برای آدمی مثل او همیشه ویرانی در پی داشت، چون در جهان واقعی آدمهایی مثل او در رابطه با دیگران محکوم به شکستند. همین واقعیت درباره قاتلان زنجیره‌ای هم صادق بود. اما جادو، چیزهایی که هر کسی تجربه منحصر به خودش را در آن داشت و هیچ وقت هم اثبات نمی شدند، با این حال وجود داشتند و نمی شد انکارشان کرد. مثلا اینکه فکر می کرد دیر یا زود مجبور می شود برگردد شیراز و تهران عزیزش را فقط به خاطر اخراج از روزنامه، گرانی دلار، بیکاری، افسردگی و تحت نظر اطلاعاتچی‌ها بودن از دست می دهد. ولی همچنان تهران بود و با اینکه شغل ثابت و روابط مهمی نداشت، اما جادو هر از چندگاهی نجاتش میداد و امیدوارش میکرد به ادامه. ولی همیشه این شرط پابرجا بود. باید به آن اجازه ورود میداد. باید در آرامش و خوشبینی ادامه میداد تا جادو به وقتش اتفاق بیفتد. کاراگاه عطار جواب ایمیلش را نداد. خشمگین بود و در این وقتها باید پاچه یکی را میگرفت تا آن توده گدازان را از سینه‌اش تخلیه کند، وگرنه چنان افسرده میشد که 3 روز میخوابید به جای آنکه قدم بعدی را بردارد و آن وقت جادو اتفاق نمیافتاد. تصمیم گرفت به لوشانی زنگ بزند. رئیسش که سردبیر سایت سرگرمی بود و 10 باری به شکل‌های مختلف یادآوری کرده بود منتظر مقاله نجوا درباره ارزش صادرات گیاهان دارویی است. همیشه در مقابل این مرد خودش را گرگوار سامسا می دید. گرگوار سامسا پیش از مسخ شدن. همیشه در خیال به محل کارش می رفت و روی میز رئیس می ایستاد و آنجا ادرار می کرد. روی لپتاپی که همیشه جلو لوشانی باز بود و روی خودش که هندزفری در گوش روی دکمه های کیبوردش می زد. چشم از صفحه بر نمی داشت و جوری وانمود می کرد انگار سردبیر مجله فاینانشال تایمز است. نجوا تمام مدتی که حرف میزد حس میکرد آدمی بیخود و آویزان است. بارها وقتی در راهروی بلند هتل ترانسیلوانیا قدم میزد و سیگار میکشید با لوشانی وارد مکالمه ذهنی میشد. دارید جدی میگید یا شوخیتون گرفته آقای لوشانی؟ مگه من تا حالا با شما شوخی داشتم لامه ای؟ هر دفعه یه موضوعی میگم همین مکافاتو داریم. عجب گیری افتادیم ما. باشه قبول، اون چیزایی که میخواید و مینویسم، ولی اسم منو نزنید پای نوشته ها. کل سایت ما مطالبش تدوینه، کپی پیسته. هر جاشم کپی پیست باشه سرویس اقتصادیمون مال خودمونه. اینم اسم نزنیم چه فایده‌ای داره لامه ای؟ و از اینجا به بعد نجوا میرفت روی منبر و به لوشانی خیالی با صدای بلند حمله میکرد.
پس اگه قرار اسم من بخوره پای مطلب باید خودم تصمیم بگیرم چی بنویسم. هزینه زایمان در بیمارستان‌های لاکچری برام جالب نیست. به من چه مربوط یه مشت زن کون نشور دلشون میخواد بچه فلک زدشون سونوی 3 بعدی بشه. میخوام 100 سال سیاه قبل ترکموت زدن تو وان شیشه‌ای ازشون فیلم برداری نکنن. به من چه که براشون اتاق مخصوص زایمان درست میکنن با 4 تا بادکنک و کاغذ رنگی که سر جمع 2 تومن هم خرجش نیست. 30 تومن ازشون میگیرن. نه آقای لوشانی، من نمیتونم مقاله بنویسم از این منگولا که معلوم نیست پول 20 صاحبشون از کجا آوردن همچین جاهای حروم میکنن. اگه اینجا نبودم الان جایزه پولیتزر تو کتابخونه‌ام بود. خجالت داره برام وقتی بقیه دارن از سیسمونی گیت مینویسن من از چوسان فسان این زنای عقب مونده بنویسم. شما هم اگه کارم خوب نبود عمرن با من چونه میزدی. تا دلتون بخواد ریخت خبرنگار در پیت میرفتی از همون مایه میذاشته واسه اعتبار سایتت. ولی حالا که اومدی سراغ من بهت بگم این مقاله تخمی رو نمینویسم. هر بار موضوعی سفارش میگرفت اوضاعش همین بود ولی هیچ وقت تخلیه نمیشد. خشم روی خشم می انباشت و تحمل می کرد چون می دانست اگر اینقدر طوفانی با لوشانی جدل کند بعدش مجبور می شود بگردد دنبال کار جدید یا رو بیاندازد به رضا. یک بار رضای بیچاره بدموقع بهش زنگ زده بود. کمی قبل از تماس لوشانی خواسته بود مقاله‌ای بنویسد درباره سرانه مصرف لوازم آرایش بین زنان و با هم بحثشان شده بود. تا رضا سلام کرد در حالی که کلمات سر زبانش نمیچرخیدند الکن از اوضاع ناامید کننده‌اش شکایت کرد. رضا گفت حالا هرس نخور نجوا جون، خدا وضع هممون همینه. من خودم اون اولا که شده بودم خبرنگار حوادث فکر میکنی چی کار میکردم ها؟ اون موقع که نت اینجوری دم دست نبود سردبیر جاکشمون مجبورم میکرد درباره قاتلای زنجیره خارجی بنویسم. با 1000 مکافات یه دونه پیدا میکردم به جون کندن ترجمه میکردم تهش میگفت نه به درد نمیخوره. حالا چرا؟ چون یارو 4 تا آدم کشته بود. مرتکی جاکش میگفت همش 4 تا. برو یکی پیدا کن بالای 10 تا آدم کشته باشه. زیر 10 تا برای مردم جالب نیست. نجوا قشقش خندیده بود و یادش رفته بود لوشانی بهش آخر مکالمه گفته کارت خیلی خوبه ها ولی حیف که خیلی ببخشید سگ اخلاقی همش پاچه میگیری لامه‌ای وگرنه یکی با استعداد تو الان خودش باید سردبیر چیزی بود. همان روز رضا پرسیده بود سوپرلیگ قاتلای زنجیره‌ای به کجا رسید؟ چند تا رسیدن فینال؟ وسط قهقهه‌های رضا نجوا تازه منظور او را گرفته و گفته بود خاک تو سرت، حیف من که اینجوری با ذوق سیستم امتیازدهیمو برات توضیح دادم. رضا بلندتر خندیده بود و نجوا گلوله سرخ و داغ خشم را نرم شلیک کرده بود طرف رضا. حالا البته خیلی هم مهم نیست که مثل تو بفهمتش. کاراگاه عطار باید بفهمه که فهمید. آن روز رضا اعتراف کرد بعد از سالها کار خبرنگاری فهمیده حق با سردبیرشان بوده و مردم کمیت را به کیفیت ترجیح میدهند. با هم سر تعداد مقتولان بحث کردند و رضا هم عین لوشانی گفت کارت درسته ولی خیلی لجبازی. نجوا زیر بار نرفت و گفت طبق سیستم طبقه بندی خودش قاتلها را انتخاب می کند و مطمئنش کرد کتاب بفروش می شود. رضا هم قول داد برای فروش کتاب کمکش کند. کتاب اما نفروخت حتی با وجود تبلیغات رضا در صفحه اینستاگرامش که 40,000 فالوور داشت. نجوا به رضا گفت ببین احاطه کرده است عدد فکر خلق را. نجوا بی خیال نشخوار گذشته شد و شماره لوشانی را گرفت. کتری برقیش را روشن کرد. زنهای تولیدی توی انباری داشتند نهارشان را گرم می‌کردند. لوشانی جواب داد و تا او بخواهد بابت تأخیر در نوشتن مقاله گله کند گفت زنگ زدم بگم دیگه باهاتون کار نمی‌کنم. لوشانی مکث کرد. نجوا می‌دانست دارد دنبال جمله مناسبی می‌گردد که هم وسوسه کننده باشد و نجوا را نگه دارد و هم خیلی بوی التماس ندهد مبادا او زیادی پررو شود. قبلا یک بار به این نقطه رسیده بودند اما این دفعه فرق داشت. برای همین اجازه نداد لوشانی جمله‌اش را پیدا کند. گفت دارم از ایران میرم. ببخشید یهویی گفتم. و بعد چند دروغ دیگر و بالاخره خداحافظی کردند. تماس را که قطع کرد حسی مبهم داشت. هم از بیپولی می ترسید و هم از این که مجبور نبود چرت و پرت بنویسد خوشحال بود. هم از این که آرزوی گرگوار سامساییش را برآورده نکرده بود احساس ناکامی می کرد. همچون داشت تمرین می کرد انرژیش را برای خشم بیهوده هدر ندهد به خودش افتخار می کرد.
نجواگران در سرش جنگ داشتند. جواب پیامک دیشبش به رضا رسید. ازش پرسیده بود میتواند کار پاره وقتی در شرکت دوستش ردیف کند؟ از وقتی کرونا عین بختک افتاده بود به جان همه، خیلی از شرکت‌ها به دورکاری عادت کرده بودند. رضا پارسال گفته بود یکی از دوستهایش شرکت پایش اخبار زده. دنبال خبرنگار حرفه‌ای میگرده. یکی مثل تو زبر و زرنگ که هم دستش تند باشه هم باهوش باشه، از زیر کارم در نره چون دورکاریه. حقوقی هم که میده از لوشانی بهتره. آن موقع ترجیح داده بود بگوید نه. حوصله نداشت با کار و آدمهای جدید آشنا شود. حالا ولی فکر میکرد این کار که نوعی جستجو در هزار تو بود، حس کندوکاو را دوباره در وجودش زنده میکند. پیامک رضا یک کلمه بود: ردیفه. اگر از علاقه رضا به خودش مطمئن نبود، اینقدر راحت از لوشانی خداحافظی نمیکرد. تلفنش زنگ خورد. رضا بود. با اکراه جواب داد. رضا گفت: از شکاره‌ای؟ قبل اینکه دوستمو ببینی باید قشنگ برات جا بندازم اینا کارشون چیه. نجوا بی معطلی گفت که عصر آزاد است. میدانست اینها بهانه‌های رضا هستند برای دیدنش و نمیخواست او مجبور شود برای این ملاقات ساده این همه توضیح بدهد. قرار گذاشتند برای ساعت 7 که هوا خنک‌تر بود. تماس را که قطع کرد برای بار 1000م جیمیلش را چک کرد، چون به جای ایمیل کاراگاه عطار چند ایمیل از خواهرش رسیده بود. نگار التماس کرده بود حداقل یک شماره تماس به او بدهد. گلوله داغ خشم دوباره داشت در سینه‌اش حرکت می‌کرد و او نمی‌خواست بگذارد پیشتر بیاید. ساعت هنوز 1 نشده بود و او حداقل 4 ساعت وقت داشت. وقت آزاد و انرژی کافی، نه برای نوشتن مقاله‌های چرند سفارشی یا یادآوری اینکه مدت هاست خانواده هیچ خبری از او ندارد. وقت داشت برای مرور پرونده زهرا، اولین زن گمشده تهران. در حالی که نجوا دوباره پوشه زردرنگ ممنوعش را باز می کند تا روح اولین زن گمشده تهران را احضار کند، قاتل زنها در تعقیب قربانی تازه است و کاراگاه عطار به این فکر می کند که جواب ایمیل را که دیشب نجوا فرستاده بدهد یا نه. شاید اگر عطار جواب ایمیل را میداد به سرنخی که نجوا داشت زودتر می رسیدند و قربانی بعدی و نجوا زنده می ماندند. اما عطار هرگز این را نمی فهمد. زهرا سالور 31 ساله یک شنبه 30 آبان ماه سال 95 گم شد. آن روز هوا بارانی و به خاطر اربعین حسینی تعطیل رسمی بود. اما زهرا ساعت 7 صبح به دختر 9 سالش ملیکا گفته بود سری به مدرسه میزند تا با معلم‌های دیگر کاری انجام بدهند. زهرا به دخترش نگفته بود چه کاری و تأکید کرده بود مراقب خواهر کوچکترش مبینا باشد تا برگردد و اگر مشکلی پیش آمد حتما بهش زنگ بزند. همکار زهرا نجمه برهانی بعد از گم شدن زهرا در مصاحبه‌ای تایید کرده بود چند نفر از معلم‌های مدرسه قرار گذاشته بودند داوطلبانه و با هزینه خودشان دیوارهای کلاس‌ها را تمیز کنند. زهرا گفت مواد شوینده با من، خودم پولشو میدم. پولشم کم نبودا، اصرار کردیم شریک بشیم ولی گفت نه. زهرا هیچ وقت پیدایش نشد. دوربین‌های مداربسته مغازه‌های اطراف خانه زهرا در محله سلسبیل نشان می‌دادند که او به یکی از سوپرمارکت‌های خیابان دامپزشکی رفته و مواد شوینده خریده. بعد سوار تاکسی شده. راننده تاکسی را پیدا کرده بودند و او تایید کرده بود زهرا را سر خیابانی پیاده کرده که مدرسه بنت‌العصمت در آن بود. اگرچه مدرسه فاصله چندانی با خانه زهرا نداشت، ولی حجم زیاد مواد شوینده او را مجبور کرده بود ماشین دربست بگیرد. فکر کردم نیروی خدماتیه، خودم کمکش کردم وسیله ها رو بذاره صندوق عقب. گفت میخواد به نیت امام حسین مدرسه شون رو تمیز کنه. گفت نذر دارم. در آن روز مغازه‌های زیادی باز نبودند و بیشتر مردم در خیابان سلسبیل جمع شده بودند تا در مراسم عزاداری شرکت کنند یا غذای نذری بگیرند. بهش گفتم بذار برسونم تا دم مدرسه. گفت راهی نیست برا من. خیابانم یه طرف از سختت میشه. راست میگفت بنده خدا.
اگه میبردمش دم مدرسه بعدش میافتادم تو دست عزادارای سرسبیل، مصیبتی میشد. از سر خیابان تا مدرسه بنت‌العصمت هیچ دوربین مداربسته‌ای نبود و زهرا در این فاصله 100 متری ناگهان دود شده و به هوا رفته بود. رصد گوشی موبایلش میگفت که در همان خیابان مدرسه کاملا از دسترس خارج شده. تمام ماشین هایی را که در آن ساعت از آن خیابان بیرون آمده یا واردش شده بودند با فیلم دوربین های مداربسته آن منطقه بازبینی کرده و هیچ چیزی کشف نشده بود. یکی از معماهای پرونده همین بود. نکته مبهم دیگر این بود که ملیکا دختر زهرا گفته بود مادرش لباس میهمانی زیر مانتو پوشیده. بهش گفتم اگه داری میری مدرسه پس چرا لباس خوشگلاتو میپوشی؟ ولی هیچی نگفت. زهرا دنبال رژ لبی میگشته که تازه خریده بود و فقط بعضی وقتها که تنها بیرون میرفت آن را به لبش میزد. رژ لبشو قایم کردم. هنوز دارمش. میخوای ببینیش؟ تحقیقات درباره زندگی زهرا میگفت او 3 سال قبل از ناپدید شدن به خاطر اعتیاد شدید همسرش طلاق گرفته، ولی در این مدت هیچ مردی در زندگیش نبوده. شوهر زهرا این را قبول نداشت. دروغه. با زهرا طی کرده بودیم برم کمپ ترک کنم برگردم. یهو نظرش برگشت. گفت نه دیگه بسه. فقط طلاق. یکی شیرش کرده بود منو ول کنه. مطمئنم. خانواده زهرا بابت انتشار این حرف از خبرنگار و شوهر زهرا شکایت کردند، ولی هیچ وقت معلوم نشد حق با چه کسی بوده. زهرا خونه زندگیشو دوست داشت. هرچی داداشش میگفت ول کنین مردگرا، ما خودمون هواتو داریم، قبول نمیکرد. میگفت بابای بچه‌هامه. خود روسیاهش دخترمو کشته. پرونده هیچ مظنونی نداشت جز همان شوهر معتاد که او هم ثابت کرده بود روز گم شدن زهرا به مراسم تشییع جنازه یکی از بستگانش در کرج رفته و 2 جین شاهد داشت. بعدها مثل هر پرونده جنایی دیگری مظنونان تازه‌ای کشف شدند، چون زهرا هم مثل همه رازهایی داشت و وظیفه کارآگاهان دایره قتل شخم زدن زندگی مقتول و بیرون کشیدن این رازها بود به امید حل معمای قتل. یکی از رازهای زهرا خصومت شخصی او با یکی از همکاران سابقش در مدرسه ابتدایی نرجس بود. قبل از آن که دوندگی‌های زهرا به خاطر سرپرست خانوار بودن جواب بدهد و او را به مدرسه نزدیک خانه جدیدش منتقل کنند، او با فاطمه محمدی در مدرسه نرجس همکار بود. به گفته همکاران سابق زهرا، فاطمه محمدی شایعه کرده بود او و یکی از بازرسان اداره کل آموزش و پرورش روی هم ریختند. فاطمه هر جا می نشست می گفت کار من بهتره از زهرا، ولی حیف که پارتی ندارم وگرنه رتبه‌ام بیشتر از اینا می شد. شایعه به گوش زهرا رسیده و خیلی ناراحت شده بود. زهرا خیلی گریه کرد. فاطمه رو هم نفرین کرد. دلش شکسته بود. 2 روز بعد پسر فاطمه از بلندی افتاد، پاش شکست. آه زهرا گرفته بودش. فاطمه محمدی روز گم شدن زهرا میهمان مادر شوهرش بود. مظنون بعدی بازرس اداره بود که حالا دیگر کارمند آموزش و پرورش نبود. سال 98 زده بود توی کار بورس و جز این سابقه تلفن‌هایش میگفت از 6 ماه قبل از مفقود شدن زهرا هیچ تماسی با اون نداشته. اما معلوم شد بازرس اداره واقعا از زهرا خوشش آمده و برای همین همیشه هوایش را داشته. مشخص نشد زهرا در ازای این خوشخدمتی چطور با بازرس حساب کرده. تحقیقات به بنبست خورد و پرونده زهرا سالور حل نشد. نجوا اطلاعات این گزارش شسته رفته را از راه‌های مختلفی جمع کرده بود. مصاحبه ها را در اینترنت خوانده بود، اما بعضی جزئیات را رضا بهش گفته بود. مثلا قضیه نفرین زهرا و عاقبت پسر فاطمه و یا علاقه بازرس به زهرا، و بعضی دیگر را از زیر زبان کاراگاه عطار بیرون کشیده بود. مثلا آدرس خانه زهرا که هم محله‌ای نجوا حساب می شد. کاراگاه عطار گفته بود بعد از گم شدن زهرا حضانت بچه‌ها افتاده دست پدرشان و احتمالاً دیگر در آن خانه زندگی نمی کنند. نجوا پرسیده بود یعنی هیچ وقت دوباره برنگشتید با خانواده‌اش صحبت کنید؟ جواب مثبت بود.
از سال 95 تا وقتی نجوا این سوال را از عطار پرسید فقط یک بار دیگر با خانواده زهرا حرف زده بودند، ولی سرنخ تازه‌ای کشف نشده بود. همان روزی که فهمید خانه زهرا کجاست رفت آنجا و به پنجره آپارتمان آنها در طبقه دوم نگاه کرد. دختری حدوداً 11 ساله داشت در آشپزخانه چای دم می‌کرد. عکس زهرا را دیده بود و مطمئن بود این دختر ملیکاست. کاراگاه عطار واقعیت را نگفته بود. لابد می‌ترسید نجوا برود سراغ آنها. ترسش به جا بود. نجوا دانست دخترها از خانه نرفتند. برعکس پدرشان برگشته پیششان، چون زهرا با پول مهری و وام خانه را رهن کرده بود و شوهر حق خودش می‌دانست سهمی در آن خانه داشته باشد. همه هم زود پذیرفته بودند، چون نگهداری دو دختر خرجش زیاد بود. طول کشید تا راهی برای نزدیک شدن به خانواده زهرا پیدا کند. می‌ترسید واکنش بدی نشان بدهند و یا بیخود امیدوار شوند که پرونده زهرا دوباره به جریان افتاده. ملیکا به مدرسه‌ای می‌رفت که مادرش روزی در آن درس می‌داد. هضم ماجرا برای نجوا سخت بود. اینکه در همان خانه و همان مدرسه باقی بمانی و هر روز با جای خالی مادر مواجه شوی، اما ندانی او زنده است یا مرده. چند روز خانه را زیر نظر گرفت که با وجود همسایه‌های کنجکاو کار راحتی نبود. ملیکا را تا مدرسه تعقیب کرد. ملیکا و خواهرش مبینا که تازه به کلاس دوم میرفت. بالاخره به خودش جرأت داد و یک روز وقتی دخترها با هم به خانه برمیگشتند پا پیش گذاشت و خودش را دوست مادرشان معرفی کرد. ملیکا دست خواهرش را محکمتر گرفت. نجوا بهشان لبخند زد و پرسید هنوز توی همان خانه زندگی می کنند؟ پرده آشپزخانه همان پرده بنفش است که با مادرشان از عبدالآباد خریدند؟ ملیکا اعتمادش جلب شد و در جواب هر دو سوال گفت آره، شما همکار مامانم بودی؟ نجوا سر تکان داد و کمی صورت زیبای مادرشان را توصیف کرد. سعی کرد زیاده روی نکند، چون می‌دانست حداقل حافظه ملیکا انباشته از جزئیاتی درباره مادر است در روزی که گم شد و اگر به چیز نامربوطی اشاره کند ملیکا سریع میفهمد دروغ گفته. همراه دخترها تا دم خانه رفت و ازشان خداحافظی کرد، ولی قبل از جدا شدن شماره موبایلش را که روی کاغذ نوشته بود به ملیکا داد تا هر وقت دوست داشت بهش زنگ بزند. بعد از آن انتظاری کشنده به سراغش آمد که نتوانست تحملش کند. پس به کاراگاه عطار گفت چه کار کرده و او برایش ابراز تأسف کرد. هیچ فکر نکردی چه به سر اون بچه ها میاری نه؟ جوابی نداشت. کاراگاه عطار گفت آدم ازت میترسه. ملاقاتشان با دلخوری تمام شد. نجوا همان روز به دوست روانشناسش زنگ زد و پرسید از کجا میتونم بفهمم مشکل روانی دارم؟ دوستش پرسشنامه‌ای برایش فرستاد و او صادقانه جواب داد. نتیجه این بود: شما در همدلی با دیگران مشکل دارید. پیشنهاد می شود برای حل آن به روانشناس مراجعه کنید. نیازی نبود پرسشنامه را جواب دهد. خودش از قبل این را می دانست. درد و رنج دیگران به ندرت نجوا را متأثر می کرد. سعی کرد خودش را جای ملیکا بگذارد و فقدانی را که تحمل می کرد درک کند و بعد از آن بود که احساس شرمساری به سراغش آمد. ملیکا بهش زنگ زد و با صدایی لرزان و دردمند گفت دلش برای مادرش تنگ شده. کاراگاه عطار گفته بود این زنها دیگر زنده نیستند، ولی نباید حقیقت دردناک را به خانواده هایشان بگویند. باید اجازه دهند خودشان کم کم به این نتیجه برسند. نجوا پرسیده بود و اگر نرسیدند؟ کاراگاه عطار گفته بود بالاخره بعضی ها هم عاشق زخمی می شوند که هیچ وقت خوب نشود. وقتی ملیکا پرسید مامانم میفهمه دلم براش تنگ شده، نجوا به جای جواب خواست همدیگر را ببینند. روز بعد به خانهشان رفت، چون پدر ملیکا رفته بود کرج و دو دختر تنها بودند. وقتی نجوا پا به خانه زهرا سالور گذاشت، متوجه شد دو دختر تلاش کردند روح زنانه‌ای را که با غیبت مادرشان از خانه پرکشیده بازسازی کنند.
مبل‌ها کرم رنگ بودند، اما رو مبلی‌ها صورتی. روی گلمیزها یک گلدان بلور لب‌پر بود و 3 عروسک چینی بچگانه. قاب عکس‌هایی به دیوار آویزان بود که بعضی منظره طبیعت بود و بعضی دیگر چند بچه گربه ملوس. عکس زهرا فقط در قاب عکس‌هایی که 2 دختر حاضر بودند دیده می‌شد و عکس پدر هیچ کجا. انگار پدر بود که از زندگیشان حذف شده بود. او برای دخترها 2 دفتر با جلد پارچه‌ای گلدار برده بود. مبینا برای دفتر خوشحالی کرد، ولی ملیکا زیر لب چیزی گفت در مایه‌های ممنون. نجوا گفت خودمم چند تا از اینا دارم. خاطره هایی رو که دلم نمیخواد از یادم بره توش مینویسم. وقتی بنویسیشون هیچ وقت از بین نمیرن. نجوا دید که چشمهای ملیکا برق زدند. بلافاصله اضافه کرد بعضی وقتا فقط همینا برای آدم میمونه. همین خاطره ها که نباید بذاری بمیرن. مطمئن نبود ملیکا منظورش را گرفته باشد، ولی امیدوار بود دخترک را برای مهمترین تمرین زندگی آماده کند، تمرین هرگز دل نبستن به آدمها. آن روز ملیکا درباره رژ لب حرف زد و گفت هیچ وقت به هیچ کس نگفته مادرش روزی که گم شده دنبال رژ لبی میگشته که فقط در روزهای خاص به لب میزده. مامانم خیلی دنبالش گشت ولی بهش نگفتم قایمش کردم. ملیکا رژ لب را آورد. هر وقت دلم برش تنگ میشه میزنم رو لبام، ولی دیگه خوش شده. یه بوی بدی هم گرفته. رژ لب مارک فنتی بیوتی بود. آن را برگردان به دخترک و از خانهشان بیرون آمد. این تنها باری بود که او را دید. دیگر جواب تلفن‌هایش را نداد، چون فهمید همدلی واقعی تنها در درک درد دیگری و ریختن اشک برای رنج او خلاصه نمی شود. در آن لحظه آمادگی پذیرش مسئولیتی تا این اندازه سنگین را نداشت. بعد از قتل نجوا، کاراگاه عطار شماره تلفن ملیکا را که با نام مادرش زهرا سالور در گوشی نجوا ذخیره شده پیدا می کند و به او زنگ می زند تا بهش بگوید مادرش همان روز گم شدن به قتل رسیده و او با کمک نجوا توانسته قاتلش را پیدا کند. ملیکا واکنش عجیبی نشان می دهد. او از کاراگاه عطار نمی پرسد نجوا حالا کجاست. لازم هم نیست بپرسد، چون تمام این سالها نجوا در او زندگی کرده و آنها بر همدیگر تأثیر گذاشتند. دیگر برای ملیکا چه فرقی دارد مابقی نجوا کجا رفته و چه کار کرده؟ ملیکا فقط با نفرت به کاراگاه عطار خیره می شود و می گوید انتقام مامانم رو ازتون می گیرم. کاراگاه عطار متوجه استیکری می شود که گوشه کوله پشتی ملیکا چسبیده. یک جمله است: زن، زندگی، آزادی.